السلام علیکم داملای شیرین سخن. خوب میشد که یک جمعه در موضوع رضاع صحبت می نمودید، زیرا که اکثر مردم از مسئولیت آن بیخبرند و این باعث سر زدن گناهان زیاد می شود. با احترام مخلص دائمی شما از خواجگی امیر شایب. انشاءالله من گپ میزنم در این باب رضاع. رضاع گفته شیرخوارگی را میگویند، یعنی حضرت امام ابو حنیفه را خدا رحمت کند میگوید یثبت بمسة فی حولین و نصف. همین رضاع شیرخوارگی به یک بار مکیدن و تا 2.5 سالگی رضاع شیرخوارگی واقع می شود. یعنی اگر در این مسئله شما خودتان اهمیت دهید که وقتی که مثال عائله های شما زمانی که پیستان های اونها شیر دارد با اونها تاکید کنید که به هر یک انسان شیر ندهند. وقتی تصور کنید که یک همسایه را یا یک جا سفرکی می شود، در سفر کسی را که شیر داد و همچون فرزند او حساب می شود، فرزند است برای او. دیگر اگر وای شیرخواره اگر بچه باشد دختر این گیرد اکه و خواهر گویا که زن و شوهر شدند. این بسیار خطری کلان دارد. باید زنها وقتی شیر میدهند به شوهرها خبر دهند که فلانی را من چیکار کردم، شیر دادگی هستم. حضرت امام شافعی و دیگر امام ها خدا رحمتشان کند تا 2 سال گفتند، لیکن امام اعظم تا 2.5 سال گفتند. گفتن اگر کودکی که تولد می شود از روز تولدش تا 2.5 سالگیش از کدام زنی که اگر شیر خورد وای فرزندی وای به حساب می رود. بعد 2.5 سالگی که بالا که شیر خورد دیگر اینجا رضاع یعنی شیرخوارگی واقع نمی شود. یعنی بعضی آدم های اصلا سوال میکنن حالی که در حالت می کلان سالی مبادای اگر شیر یکی زن تا اگر خوری میگن زن به تو طلاق است. نه، این طلاق نمی شود مگر وای حلال نیست خوردنش، لیکن طلاق واقع نمی شود. یعنی شیرخوارگی هم واقع نمی شود. فقط از روز تولد تا 2.5 سالگی کدام فرزندی را که اگر زن شما شیر داده باشد وای فرزند شما می شود و دیگر حقوق ندارد که از اولاد شما کسی را خواستگاری کند، خواه زن باشد خواه بچه باشد. بسیار در این حتی امروز مسئله برآمد که انسانی که یک بچه را شیر داده است امروز با دختری او یک جای زندگی دارند، صاحب 5 فرزند شدند، اکه و خواهر هستند. اونا از روی اسلام 5 فرزند دارند اللکه. بعداً اثبات شد که این در خوردش از همین مادر دختر شیر خوردگی بوده است. این امروز چیکار کنن باید؟ بسیار با دقت باشین، زنها را تأکید کنین، همین سخن برده رسانین که هر جایی که شیر میدهین شما باید که یک خط داشته باشین، نام وی نویسانده باشد تا که ما دانیم که مثال همین فرزند از همین عائله من شیر خوردگی هست. خود همون زنم در لعنت گرفتار میشد وقتی که اگر به اجازت شوهر اگر به کدام فرزندی که اگر شیر دهد.